حیوانات هم شریعت و قانون الله را رد نمیکنن، اما حیوانات هم در جنگل خود مطابق قانونی که خلق شده اما خلقت خود در نظر میگیره، لکن این مردم اما قانون نقص میکنن. اگر کسی بگوید من دموکرات هستم و قانون آسمانی را قبول ندارم، کتاب آسمانی را قبول ندارم، قانون الله، شریعت الله کتاب الله هست، کسی بگوید من این را قبول ندارم، به عوض از این قانون میخوایم قانون در زمین جور شود، الله متعال این را کافر بیان کرده. و کسایی که میگه ما معیار مطلق نداریم، ما اخلاق قرآن قبول نداریم، اخلاق سنت قبول نداریم، حجاب کی کشیده، ریشه کی کشیده، نظام اسلام کی کشیده، شریعت اسلامی را کی کشیده، دولت اسلامی را کی کشیده، خلافت اسلامی را کی کشیده، اینا کسانی که این گپا را میزنن و رد میکنن شریعت الله را، اینا کافر میشن. این مردم ها چی میکنن؟ این دموکرات ها مثلا پرزیدنت لینکلن رئیس جمهور امریکا بوده، دموکراسی رو تعریف میکنه، میگه حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم. نفس ما هر چی که خواست، شراب خوردن مردم قانونش توسط کی؟ توسط مردم، برای مردم. همجنسگرایی مردم توسط مردم، برای مردم. این معنیش میده، بعضی کسا نمیفهمن معنیش. متوجه هستیم؟ اینی کسی که دموکراسی را به این شکلش میپذیره، الله متعال چی میگه؟ دستوری فرقان آیت 43 را بکشین. کسایی که از نفس خود قانون جور میکنن. ارائیت، آیا ندیدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا ندیدی ای انسانی که تو عقیدت از قرآن میگیری، آیا ندیدی اتخذ الهه و معبود خود؟ معبود ما شما گفتیم که اله کی را میگن؟ که دو صفت داشته باشه، ذاتش عبادت شوه و قانونش اطاعت شوه. آیا ندیدی کسانی که معبود خود کی را گرفتن؟ هوا، آرزوهای خواهشات نفسانی خوده. اگر نفسش گفت که زنا، قانون میسازه که زنا در این مملکت بفرمایین زنا بکنین. بسیاری هتل‌ها که بری در هر هتل لست زنا هست. پس این قانون را کی برشان جور کرده؟ شراب، هزارها گناهی دیگه. اینال اینجا گفته که اینی مردمایی که قانون مطابق خواسته های نفس خود میسازن و شریعت الله را نمیپذیرن، افانت تکونو علیه وکیلا، آیا تو با اینا وکیل می باشی؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آیه پیغمبر صلی تو فکر میکنی که بسیاری از اینا میشنون یا از عقل خود استفاده میکنن؟ نه، اینهم الا کالانعام، اینها مثل حیوانات است. حیوانات هم شریعت و قانون الله را رد نمیکنن، اما حیوانات هم در جنگل خود مطابق قانونی که خلق شده اما خلقت خود در نظر میگیره، لکن این مردم اما قانون نقص میکنن. اینا مثل حیوانات هستن، لکن حیوان اگر جنایت کنه، غلطی کنه، میفهمه که ما جنایت کردیم. اگر به شکل اتاق باشه، شما بر شکل اتاق گوش پرتین، پیشروی شیشه استا میخورن، اما کدام وقت دوزی کنه باز میگروزن، چون میفهمه جنایتکار هستن. این کسانی که حق درک نمیکنن با عقل خود، الله متعال میگه که اینا از بل هم اضل سبیلا، بلکه از حیوان که همینا گمراه تر هستن. حیوان حداقل از شعور خود استفاده میکنه، این شعور هم داره، عقل هم داره، ولی عقل نمیپذیره. پس اینا ارزششان پیش الله چی است؟ از حیوانات هم که پیش الله بی ارزش تر هستن. یعنی الله متعال جنت خو برای انسانهای مؤمن خلق کرده، نه برای حیوانات. برای حیوانات خلق نشده. و بازو کسی که از حیوان هم که چی باشه؟ بدتر و پستر باشه.